در صفحه 2 نقشه کانورتر یا یکسو کننده AC به DC رو داریم. در اینجا برق سه‌فاز وارد یک ترانس ایزوله میشه و از اونجا به رکتیفایر داده میشه. این مجموعه خطچین که با AC مشخص شده رکتیفایر هستش. همینطور که میبینید رکتیفایر از 6 عدد تریستور تشکیل شده، بنابراین از نوع رکتیفایر تمام موج کنترل شده هستش. فرمان آتش تریستورها توسط این برد تولید پالس انجام میشه. همینطور که میبینید گیت همه این تریستورها به این برد کانکشن شده. بنابراین این برد فرمان آتش تریستورها رو صادر میکنه که منجر به هدایت تریستورها میشه. برد تولید کننده پالس با توجه به اطلاعاتی که از برد اینکا میگیره پالس رو تولید میکنه. بله، همینطور که میبینید این برد از طریق وایر 26 به برد اینکا کانکشن شده. نمونه گیری های جریان ورودی رکتیفایر که توسط این سیتی ها انجام میشه هم به این برد رفته. همینطور کنتاک کمکی فیوز خروجی رکتیفایر هم از طریق این دو ترمینال به این برد داده شده. در خروجی رکتیفایر یک مدار LC داریم که برای کم کردن ریپل ولتاژ خروجی استفاده میشه. همینطور یک نمونه ولتاژ خروجی رکتیفایر به عنوان فیدبک به برد اینکا داده شده. در حقیقت برد اینکا با توجه به فیدبکی که از خروجی رکتیفایر میگیره به برد پالس جنراتور فرمان تولید پالس میده که منجر به هدایت تریستورها میشه. همینطور که گفتم کلیه ورودی ها به برد اینکا داده میشه. در اینجا تعدادی دیگه از ورودی های به برد اینکا رو میبینید. ورودی اول از فن اتاق باتری میاد. در صورتی که این فن دچار خطا بشه کنتاکت اون به این برد داده میشه. ورودی دوم از RSX میاد که در صفحه 15 هستش و به این صفحه که رسیدیم بررسی میکنیم. این ورودی هم مربوط به کلیدهای توزیع هستش. یعنی هر کدوم از فیدرهای خروجی تابلو که قطع بشه آلارم اون به این برد ارسال میشه. همینطور در صورتی که ترموستات هم عمل کنه آلارم اون به این برد ارسال میشه. خب نقشه این صفحه رو هم توضیح دادم و ادامه نقشه رو در درس بعد بررسی میکنم.